الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که در تاجیکستان بعضی از برادران را میبینیم که پیشتر برادر بودند، همراه جمعیت برادران میگشتند، نماز میخوندند، بهترین بودند، در صف اول بودند. بعد از این که این کارگران طاغوت، ارگان ها به مانند میلیسه ها و کگبه و غیره، وقتی که مسلمان ها را تضییق دادند، حجاب پوش ها را تضییق دادند، حتی به این مردها هیچ چیز نگفته است، به این جوان هم هیچ چیز حتی این کارگرها نگفته. وقتی که همین تغییرات ها از 2014 تا امروز را که دید، این مرد مسلمان که بهترین گویا که مسلمان بود، زنش را مجبور کرده است که ҳиҷобашро کشد، یعنی گفته است که زن حجاب را بکش، یعنی روز به همین روز رسیده است. سبحان الله، الله المستعان. حکم این مرد چیست؟ برادر سوال نموده است. حکم مردی که حالا به بالش ضرر نرسیده، از ترس همون کارگرها، از ترس قانون این طاغوت که حجاب رو باید کشیده شود، زنش را گفته است که حجابت رو کش و به همین چیز راضی شده است، به حکم طاغوت راضی شده است. اولا میگم که برادرم و خواهر موحدم، این عمل کفر است. این عمل کفر است. ترک کردن حکم الله کفر است و راضی شدن بر این کفر است. اما در بعضی حالت ترک کردن کفر باشد هم صاحبش کافر نمی شود و در بعضی حالت کفر صاحبش کافر می شود. ما میگیم در حالت های اکراه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اون کسی که اکراه کرده شده باشد، از طرف کفار مجبور شده باشد، اما دلش پر از ایمان باشد و بعد از این به این کارهای غیر شرعی دست داده باشد، این را کافر گفته نمی شود، جایز است. به مانند مصعب ابن عمیر رضی الله عنه که مادرشون سمیه، پدرشون یاسیر در نزد چشمشون کشته شد. ابو جهل پدر مصعب را، یاسیر را و مادرشون سمیه را در نزد چشمشون کشتند و بعد از این به نزد مصعب ابن عمیر اومدند، گفتند که تو را هم میکشیم. البته مصعب ابن عمیر نیست، در اینجا ما غلط کردیم، بارک الله فیکم، یاسر، عمار ابن یاسر، بارک الله فیکم، عمار ابن یاسر. یعنی عمار ابن یاسر وقتی که پیش از هجرت در مکه بودند، پدرشون یاسر، مادرشون سمیه در پیش چشمشون به واسطه ابو جهل قتل کرده شد. پس عمار رضی الله عنه به این صبر کردند، اما به بالای عمار هم آمدند، عمار را هم بستند، عمار را هم خواستند که به قتل رسانند، درد و رنج زیاد دادند. بعد از این گفتند رسولت را دشنام بده، دشنام دادند و خلاص شدند و به نزد رسول الله آمدند و گریه کردند و گفتند که در حقیقت همین واقع شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کیف تجد قلبک، قلبت را چگونه میابی؟ عمار گفتند مطمئن بالایمان، من قلبم را پر از ایمان میابم. یعنی بعد از این که مرگ آمد، بعد از این که قتل آمد، بعد از این قبول کردند. اما علما همه اتفاق میکنند که اگر تا وقت مرگ سخنی بد را نگفته، اکراه را هم قبول نکرد، به همین حالت وفات بکنید، این اجر شهید است، انسان شهید میشود. چی برسد به یک مرد مسلمانی که خود را موحد و مسلمان میدانست، اما به این آوازه ها نظر کرد و حالا به خودش هیچ ضرری نرسیده، زنش را از حجاب بیرون کرد. این نبودن ایمان، ضعیف بودن ایمان را نشان میدهد. حکمش چیست؟ حکمش به نهایت گناه کبیره است. این کفر را انجام داده است، کفر را انجام داده است. توبه بکند و بازگردد، توبه بکند و بازگردد، و اگر توبه نکند و باز نگردد، در حقیقت کافر می شود. انسانی که همین عمل را بعد از فهمیدن که کار خطا کرده است باز دوام میدهد، بعد از اینکه فهمید، بعد از اینکه جهل از وی برآمد، شاید اکراه را خطا فهمیده باشد، شاید فهمیده باشد که در حالتهای وزمینی کشیدن جایز است، شاید یگان مرجعه همچنین مدخلی ها شرح داده باشند، اما ما میگیم در این حالت جهل عذر است. اگر خطا فهمیده باشد توبه کند، زود به زنش امر کند که حجاب پوشد. اگر بعد از فهمیدن هم دوام دهد، این کافر است، زیرا که این حکم الله را ترک کرده است و حکم طاغوت را قبول کرده و از سبب درس کافر شده است. ای برادرم و خواهر موحدم، بدینت فرار کن، بدینت فرار کن. از زمینی که تولد شده ای، در زمینی که خانه و مال داری، در زمینی که زندگی کردی، به خاطر الله بیرون شو. این ارض واسعه فتهاجروا فیها. الله میگه زمین من بینواد زیبای وسیع است، پس هجرت نمایید. پس زمانی که هجرت
از دل شما برداشته شد، زمانی که حب دنیا، حب خانه و در، زن و فرزند و خویش و تبار از حب الله زیادتر نقش بست، وقتی که پدر و مادر و زن و فرزند و خانه و ماشین را از الله دیده زیادتر دوست داشتید، پس همین چنین عملهای کفری زیاد می شود. یا هجرت بکنید یا که خوار و ذلیل باقی خواهید ماند. البته هجرت کردن رو علما میگن از یک دولت کافری به دیگر دولت کافری باشد که آزادتر باشد هم جایز است، باکی ندارد. بارک الله فیکم. پس این برادر، این انسان کسی نباشد. برادرها این سخن را رسانید، توبه بکند و بازگردد و وقتی که شنید و فهمید و جهل برداشته شد و توبه نکرد، حکمش حکم کفر است، کافر خواهد شد. بارک الله.